ما بهتر میتونیم حقیقت مشخص میشه. بچه داره بازی میکنه، مادره داره آشپزی میکنه. بازی کن. یه توپ دارم قلقلی سرخ. آقا دهانو باز بسته کن. یه توپ دارم قلقلی سرخ و سفید و آبی، میزنم زمین هوا میره، نمیدونی تا کجا میره. خیلی خسته شدم، خدا مرگم بده. این همه آشپزی از صبح تا شب از دست این خواهر شوهر و مادر شوهر دق کردم. خب در قابلمه رو بردارم من. آها ببینم غذام چی بوی میده. آخ غذام چی بوی بدی میده. خب مامان، جون مامان، میخوام بیام ببوسمت. بیا مامانه ببوس. بیا عزیزم. نه عزیزم با کله نه، با دهن. مادر احساساتی نه. مامان صورت بیا. مامان صورتتو بیا، میخوام ببوسم. مامان. جون مامان. چرا شما سیبیل در آوردی؟ خدا مرگم بده، به خاطر غذای هورمونی که جدیدن میخوریم. حالا من امتحان میکنم کی از همه قشنگ تره. من کی از همه مسن تره. من کی از همه باهوش تره. من مامان، تو گفتی اگه پسر خوبی باشم چیکار میکنی؟ میبرمت بوستان آزادگان ولت میکنم. مامان میخوام عمو پورنگو ببینم. پشت سرمونه، برو بغل عمو پورنگ. بیا قربانتو برام من. دست مرتب افتخارشون. آقا برنده مشخص میشه.